هموطنان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوار است هر جایی که هستین جور و خوش و آرام باشین. امروز دوشنبه 5 نوامبر 2012 میلادی است و بار دیگه با گفته های دیگه در خدمت شما قرار داریم. طبق معمول از سخن روز آغاز میکنیم. سخن امروز ما یک ضرب المثل چینی است و این ضرب المثل میگه که مردی که کو را از میان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگریزه ها کرد. یک بار دیگه تکرار میکنم. مردی که کو را از میان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگریزه ها کرد. پروگرام امروز خود اختصاص دادیم به ایالات متحده امریکا و انتخابات ریاست جمهوری امریکا که فردا 6 نوامبر در سراسر ایالات متحده امریکا برگزار میشه و معلوم دار آنچه در امریکا اتفاق خواهد افتاد در سه شنبه یعنی فردا 6 نوامبر 2012 میلادی نه تنها وضع امریکا را تعیین خواهد کرد بلکه اوضاع افغانستان، منطقه و جهان نیز مستقیما ارتباط میگیره به نتایجی که از انتخابات ریاست جمهوری امریکا به دست خواهد آمد و فردا تمام مردم امریکا در سرتاسر ایالات متحده و پای صندوق های رای خواهد رفتن و رئیس جمهور مورد نظر خود انتخاب خواهد کردن و به او رای خواهد دادن و هر کس طبق برداشت خود از کارکردهای هر دو کاندیدای ریاست جمهوری رای خود به فرد مورد نظر خود در صندوق ها خواهد ریختن و سرنوشت کشور خود تعیین خواهد کردن. در امریکا مثل از اینکه تمام اقلیت های دیگه حضور دارند، افغان ها هم به پیمانه وسیع در حدود 300 تا 350 هزار افغان در سرتاسر ایالات متحده امریکا ساکن هستند که یک تعداد بیشمارش حاوی شرایطی هستند که به انتخابات بپردازن، یعنی حاوی شرایط رایدهی هستند و چی بر رؤسای جمهور باشه و چی به گورنرها و در ایالات مختلف به انتخابات محلی و سرتاسری در امریکا میتونن رای خود بتن و فرد مورد نظر خود انتخاب بکنن و رای بتن. برای افغان ها هم این شرایط مساعد شده. افغان هایی که حاوی شرایط رایدهی هستند و میتونن رای بتن، همی زمینه فراهم شده که برن و بر فرد مورد نظر خود رای بتن. در حالی که ما در افغانستان تا امروز از این سهولت برخوردار نیستیم و حتی افغانانی که در خارج از افغانستان، حتی در ایران و پاکستان و چه خاصای که به افغانهای ساکن اروپا و امریکا و کانادا شرایط فراهم نیست و حتی ما این اجازه را نداریم، این حق به ما ندادن یا حق به ما داده نشده که بتانیم بر رئیس جمهور مورد نظر خود یا به فرد یا به کاندید مورد نظر خود در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رای بدیم. این حق از ما در اونجا سلب شده، ولی در ایالات متحده امریکا این حق به ما و شما داده شده. پس از حقتان استفاده بکنین و برین به پای صندوق های رای و رای خود بتین به فرد مورد تاییدتان و شخصیت مورد تاییدتان رای خود
بر صندوق ها بریزین، بر از که قسم که اینا میگن که هر رای حساب میشه و یک رای میتونه یک تفاوت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا با وجود بیاره. این مسئله که بعضی هموطنان ما شاید بگوین که احمد یا محمود از پشت تلویزیون های امریکا مأمور شده که تبلیغات بکنه به یک فرد یا فرد دیگه یا یک حزب یا حزب دیگه. این یک سطحی نگری است، ولی قراره که ما و شما در سالهای گذشته دیدیم افغانای عزیز در ایالات متحده آمریکا با کاندیدای مورد نظر خود رای دادن و این چیز باز هم تکرار خواهد کردن، ولی معلوم دار به امو اندازه که ما فکر میکنیم منافع کشور اصلی خود افغانستان و سرنوشت مردمشه، به امو اندازه هم سرنوشت امریکا برای ما و شما مهم است، برای از که در این کشور زندگی میکنیم و سیاست و اقتصادش ارتباط مستقیم به زندگی یکایک ما و شما، یعنی زندگی روزمره ما و فامیل های ما داره. برای از که تا جایی که معلوم است تعداد بیشمار از افغان های عزیز در امریکا، آنانی که شرایط کار برشان مساعد نیست یا حاوی شرایط نیستن که بتانن کار بکنن، و کمک های حکومت امریکا وابسته هستند و از این نقطه نظر هم میتونن دو کاندید مورد نظر که باراک اوباما و میت رامنی باشه، هر دویش از مد نظر بگذارانند سیاست ها و اهداف داخلی و خارجیشان مطالعه بکنن. من مطمئن هستم که تا حالا کردن، برای از اینکه صرف همین امروز فرصت است و فردا آخرین روز است که باید برن و رای خود برای افراد مورد نظر خود بتن. در این مورد یک چند گزارش خدمت شما تقدیم میکنم و اگر هموطنان ما خواسته باشن بیشتر در این مورد معلومات بتن به هموطنان ما ممنون میشیم، و هم اگر من خودم معلومات داشته باشم در حد توان در خدمت شما خواهد بودم، ولی من هم مثل شما همون معلومات دارم که شاید شما داشته باشین، ولی برای تهیه این پروگرام امروز که سرنوشت ساز است، هم برای امریکا هم برای افغانستان هم برای منطقه و جهان، کوشش کردم یک اندازه بیشتر مطالعه بکنم، منابع مختلف بررسی کنم و چند گزارش انتخاب بکنم و خدمت شما تقدیم بکنم. گزارش اول ما عنوانش است یا بهتر از این که پیش از این گزارش ها یک مقدار معلومات عمومی در مورد سیستم انتخاباتی ریاست جمهوری خدمت شما عرض بکنم. البته بازم باید بگویم که ما اطمینان دارم که اکثر هموطنان ما به این طرز انتخابات و سیستم انتخاباتی ریاست جمهوری آشنایی دارن، ولی به آن از هموطنان ما که آشنایی زیادتر ندارن و مثل خودم مجبور بودن یا زحمت کشیدن و رفتن و مطالعه کردن، یک مقدار معلومات به دست آوردن. من هم یک معلومات مختصر خدمت شما تقدیم میکنم که عنوانش است آشنایی با انتخابات ریاست جمهوری امریکا، یعنی طرز سیستم انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده امریکا. رئیس جمهور امریکا بر اساس قانون اساسی این کشور باید تبع یا متولد امریکا و حداقل دارای 35 سال سن باشد، یعنی هم باید در امریکا تولد شده باشه، هم تبع امریکا باشه و هم کمتر از 35 سال سن نداشته باشه. کاندیداهای ریاست جمهوری در این کشور که هر 4 سال یک بار انجام می شود
چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری انتخاب می شوند و روز آن اولین سه شنبه پس از اولین دوشنبه در ماه نوامبر است. بر اساس اصلاحیه 22 قانون اساسی امریکا مصوب 1951 دوره ریاست جمهوری امریکا به 2 دوره 4 ساله محدود شده است و یک رئیس جمهور کلا نمی تواند بیش از 2 دوره رئیس جمهور باشد. معاون رئیس جمهور هم در این کشور علاوه بر داشتن حق جانشینی رئیس جمهور، رئیس مجلس سنا نیز هست. انتخاب رئیس جمهور در امریکا بر اساس سیستم موسوم به الکترال کالج یا هیئت‌های انتخاباتی صورت می‌گیرد و اگرچه اسم نامزدها در ورقه‌های اخذ رای نوشته می‌شود، اما مردم در عمل به طور مستقیم به رئیس جمهور و معاون او رای نمی‌دهند، به این معنا که رای دهندگان هر ایالت فهرست از انتخاب کنندگان رئیس جمهور یا الکتروس را انتخاب می‌کنند که تعداد آنها هم برابر با تعداد سناتورها و نمایندگانی است که آن ایالت در کنگره دارد. سپس کاندیدایی که بیشترین آرا را در هر ایالت به دست می آورد در واقع صاحب همه آرای انتخاباتی آن ایالت می شود. سپس انتخاب کنندگان 50 ایالت و منطقه کولومبیا جمعاً 538 نفر مجموعه را تشکیل می دهند که کالج انتخاباتی یا الکترال کالج خوانده می شود. طبق قانون اساسی اعضای کالج انتخاباتی به عنوان یک تشکیلات گرد هم نمی آیند. در عوض انتخاب کنندگان هر ایالت مدت کوتاهی پس از انتخابات در پایتخت آن ایالت گرد می آیند و آرای خود را برای کاندیدای به صندوق می اندازند که بیشترین آرای مردم را به ایالت آن را کسب کرده است. کاندیدای ریاست جمهوری در امریکا باید برای پیروزی از 538 رای انتخاباتی یا الکترال صاحب 270 رای شود. اگر هیچ یک از کاندیدها اکثریت آرا را به دست نیاورد، مجلس نمایندگان در این باره تصمیم میگیرد. دوران زمامداری 4 ساله رئیس جمهوری امریکا که محدود به 2 دوره است، از 20 جنوری پس از انتخابات نوامبر آغاز می شود. شهروندان آیووا به طور سنتی نخستین امریکایی هایی بودند در انتخابات مقدماتی حزبی شرکت کردند. پس از آیووا ساکنان ایالت نیو همشایر دومین گروه از امریکایی ها بودند که در 8 جنوری انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری شرکت کردند. پس از آن نوبت ساکنان میشیگان، نوادا، کارولینای جنوبی و فلوریدا است. 21 ایالت دیگر مانند ایالت‌های پرجمعیت کالیفرنیا، ایلینوی و نیویورک در 5 فوریه انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری را برگزار می‌کنند که این روز در جنتری انتخاباتی امریکا سه شنبه بزرگ نام گرفته است. این بود یک مقدمه کوتاه یا یک معرفی طرز انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا که خدمتتان تقدیم شد و حال 2 گزارش و شاید هم 3 گزارش اگر فرصت بود خدمت شما تقدیم میکنیم و بعد از این هر هموطن ما که خواسته باشه میتونه نظریات خود در مورد 2 کاندید ریاست جمهوری یعنی حسین باراک اوباما و میت رامنی بیان بکنن و اگر سوال باشه مطرح بکنن در تا جایی که معلومات باشه در خدمتشون خواهد بودیم. بر اساس این فرمول ریاضی اوباما پیروز انتخابات امریکا خواهد بود. اوباما می تواند آسوده بخوابد. بر اساس این فرمول ریاضی اوباما پیروز انتخابات امریکا خواهد بود. یک مدل سازی ریاضی مبتنی بر تحلیل انتخابات ریاست جمهوری امریکا از سال 1860 تا 1980
پیش بینی میکند باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر پیروز می شود. با گزارش سرویس بین المللی انتخاب، الن لختمن استاد تاریخ دانشگاه امریکایی واشنگتن دی سی که با همکاری یک ریاضیدان روس این مدل را طراحی کرده است گفت میت رامنی جمهوری خواه رقیب اوباما مبارزات انتخاباتی طولانی و پرهزینه ای را در تلاش برای شکست اوباما پشت سر گذاشته است، اما اوباما می تواند آسوده بخوابد و نگرانی بابت انتخاب دوباره خود نداشته باشد. لختمن در سال 1911 نیز به مجله US News and World Report گفته بود اگرچه من یک محافظه‌کار هستم اما دلیلی برای شکست اوباما نمی بینم. وی مدل ریاضی مورد نظر را سال 1981 به همراه ولودیا کیلسبوروک ریاضیدان روس طراحی کرد که شامل 13 متغیر یا کلید است که مثبت یا منفی ارزش گذاری شده‌اند. حزب حاکم اگر بخواهد پیروز شود نباید بیشتر از 5 کلید منفی بگیرد. لختمن یک پیشگو نیست. وی در اوایل سالهای 1980 که اجرای این متد را آغاز کرد تا کنون 100% موفقیت کسب کرده است. لختمن متد خود را در یک کتاب منتشر کرده است. این مورخ تصریح کرد فکر نمی کنم میت رامنی در انتخابات امسال بتواند گرایش را تغییر دهد، زیرا انتخابات ریاست جمهوری عمدتاً همه‌پرسی درباره عملکرد حزب حاکم است. به عبارت دیگر چیزی وجود ندارد که حزب مخالف یعنی جمهوری خواه بتواند برای تغییر نتیجه انتخابات انجام دهد. 13 متغیری که در این مدل در نظر گرفته شده اند قدرت حزب حاکم، عملکرد رئیس جمهور حاکم و شکست‌های او در موضوعات مثل اقتصاد و امور خارجی، همچنین محبوبیت او و رقیبش را ارزیابی می‌کند. با گزارش سرویس بین المللی انتخاب، لختمن اعلان کرد اوباما در حال حاضر 10 کلید در اختیار دارد. اوباما برای این که در این انتخابات شکست بخورد باید 3 کلید را از دست بدهد، اما با نزدیک شدن به مرحله نهایی انتخابات چنین ریزش بعید به نظر می رسد. یعنی لختمن پیشگویی چون پیشگو نیست کرده نمیتونه و گفته که ما پیشگو نیستم، ولی نظر به فرمول ریاضی که با کمک یک ریاضیدان روس انکشاف دادن متیقن است که اوباما در انتخابات فردا پیروز میشه و این را از روی ازمی معادلات ریاضی که انکشاف دادن و در سال 2011 هم این موضوع را مطرح کرده بود و تمام ارزیابی هاش نظر به این گزارش 100% جامعه عمل پوشیده. پس و این نتیجه می رسیم که چانس پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری فردا سه‌شنبه 6 نوامبر بیشتر است از میت رامنی و در گزارشات مختلف و نظرسنجی های مختلف گفته شده که تا دیروز و پریروز آقای باراک اوباما در حدود 3.5% رای‌های بلندتر را نصیب خود کرده و رایدهی و شرکت در پروسه انتخاب رئیس جمهور روز سه‌شنبه یعنی فردا این را نشان خواهد داد که لختمن تا چه اندازه باز هم در
این معادلات ریاضی خود موفق بوده. گزارش دیگه که برای شما تهیه کردیم از مجله اکونومیست است که در همین مورد نظرات هیئت تحریر مجله و مشاورین سیاسیش بازتاب میته و بسیار به نظر من جالب است. این گزارش خدمت شما میخوانم، بعداً شاید یک گزارش دیگه و شاید هم تبصره‌ای در مورد در لابلاش داشته باشیم. سرمقاله این هفته مجله اکونومیست و انتخابات روز سه شنبه امریکا اختصاص یافت. کدام یک؟ امریکا می تواند رئیس جمهور بهتر داشته باشد، اما متاسفانه رامنی این شخص نیست. 4 سال پیش اکونومیست با اشتیاق از راهیابی باراک اوباما به کاخ سفید حمایت کرد، همان کاری که میلیون ها رای دهنده انجام دادند. روز سه شنبه امریکایی ها در شرایط بادل زدگی به پای صندوق های رای خواهند رفت که از 4 سال پیش بسیار ناامیدترند. اکنون قدرتمندترین کشور جهان با تصمیم بسیار دشوارتر از 4 سال پیش مواجه است. بخشی از این موضوع با ماهیت اسفناک مبارزات انتخاباتی اوباما باز می‌گردد. مردی که زمان شخصیت امیدوار کننده و مرکزگرا داشت، امروز چهره جدیدی از خود نشان داده است و به حملات شدید علیه میت رامنی حتی پیش از برگزاری مبارزات انتخاباتی درون حزبی جمهوری خواهان پرداخت. با این همه اما امروز مسئله انتخاب یک فرد برای اداره کشور است و این انتخاب به 2 پرسش منجر می شود. اوباما تا چه اندازه رئیس جمهور خوبی بوده است، به خصوص درباره مسائل همچون اقتصاد و سیاست خارجی؟ و پرسش دیگر این که آیا امریکایی ها واقعا می توانند به میت رامنی نامزد جمهوری خواهان اعتماد کنند؟ بر مبنای این 2 پرسش باید گفت که دموکرات ها اندک بیشتر برای انتخاب مجدد شایستگی دارند. کارنامه اوباما. دوره نخست ریاست جمهوری اوباما دوره پیچیده و گاه متناقض است. درباره اقتصاد مهمترین بحثی که مورد علاقه اوباما است این است که او روند رو به وخامت اقتصاد امریکا را متوقف کرده است. هنگامی که اوباما وارد کاخ سفید شد، اقتصاد امریکا در سراشیبی سقوط قرار داشت. بانک ها و موترسازان این کشور با دشواری های جدی مواجه بودند و مسئله بیکاری بر رکورد 800,000 نفر در ماه هم رسید. مسئله بیکاری به رکورد 800,000 نفر در ماه هم رسید. پاسخ اوباما به این مشکلات اختصاص یک بسته مالی قوی برای نجات جنرال موتورز و کرایسلر بود. او همچنین بانک ها را در معرض یک آزمون استرس جدی قرار داد و آنها را وادار کرد تا سرمایه های خود را افزایش دهند و اکنون این بانک ها در وضعیت به مراتب بهتر از همتایان اروپایی خود به سر میبرند. و این ترتیب او توانست آنها را از رکود اقتصادی خارج کند. اعلام این مطلب اما در شرایطی که اقتصاد امریکا با رشد کند مواجه است و وضعیت اشتغال در وضعیت نامطمئن به سر میبرد اندک دشوار به نظر می رسد. اما به هر حال تاریخ او را به دلیل این اقدامات تحسین می کند. 2 موضوع دیگر هم موضوعاتی هستند که مورد علاقه اوباما خواهند بود. یکی از این مسائل مسئله سیاست خارجی است، جایی که او میراث ترسناکی را تحویل گرفت. اوباما تمرکز دوباره و این بار منظمتر بر روی جنگ علیه ترور انجام داد.
اسامه بن لادن سرکرده شبکه تروریستی القاعده را به قتل رساند، تعداد حملات هواپیماهای بدون سرنشین را افزایش داد و به سرعت از عراق و افغانستان عقب نشینی کرد. در هر دو مورد بسیار سریعتر از آنچه ما انتظار داشتیم عمل کرد. همچنین پس از یک آغاز لرزان با چین، دیپلماسی امریکا یک سیاست درست و مورد نیاز را در برابر چین اتخاذ کرد. در مقابل هم سیاست او درباره مناقشه اسرائیل فلسطین و هم سیاست آغاز از نو او در برابر روسیه سیاست‌های بیش از حد بلند پروازانه بود و به نتیجه نرسید. ایران همچنان به برنامه‌های هسته‌ای خود ادامه می‌دهد. همه این مشکلات به جز بهار عربی قابل پیش بینی بود. اوباما اکنون می‌تواند ادعا کند که در دوران ریاست جمهوریش حکام ظالم مصر و لیبی ساقط شدند، اما او این تحولات را تنها پیگیری می‌کرد، نه آنکه آنها را طراحی کند. همان کاری که اکنون درباره سوریه انجام می‌دهد. این را می‌توان با جورج بوش پدر که پایان جنگ سرد را مدیریت کرد و همچنین با نحوه رهبری جورج بوش پسر مقایسه کرد. با این همه اما باید گفت که اوباما نسبت به این دو بهتر و با اشتباهات کمتر عمل کرده است. مسئله دیگری که اوباما در آن موفق بود مسئله بیمه خدمات صحی است. وجود 40 میلیون نفر بدون پوشش خدمات صحی در کشوری به ثروتمندی امریکا یک فساد محسوب می شود. برنامه خدمات صحی اوباما موسوم به اوباما کیر این ضعف را اصلاح کرد، اما در برخورد با مشکلات دیگر از جمله هزینه‌های سرسام آور صحی موفقیت ناچیزی به دست آورد. او اختیارات زیادی به جناح چپ دموکرات‌ها در کنگره واگذار کرد. در کنار مصوبه اصلاح وال استریت موسوم به اصطلاحات داد فرانک، اوباما کیر هم دشواری‌های زیادی از لحاظ بوروکراتیک برای تجارت ایجاد کرد. اگرچه اوباما افراد محبوب مانند هیلاری کلینتون، آرن دانکن و تیموتی گتنر را به سمت‌های وزارت خارجه، آموزش و خزانه‌داری منصوب کرده است، اما کاخ سفید به شدت در اختیار کسانی است که به جناح چپ حزب دموکرات وابستگی دارند. میت رامنی سرگیچه آور. ناکارآمدی‌های اوباما فضای زیادی برای جمهوری‌خواهان پراگماتیک عملگرا فراهم کرد، به خصوص نامزادی که می‌تواند میان گزارش‌ها و تصمیم دولت توازن ایجاد کند. این نامزد در نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری به صفحه تلویزیون‌ها ظاهر شد. مشکل اینجاست که چند رامنی وجود دارد. رامنی هایی که خود را به مسائل خطرناک متحد می دانند. در مسائل سیاست خارجی مواضع رامنی به شدت نزدیک به مواضع رئیس جمهور اوباما است، اما در برخی مسائل او نشان داد که موضع جنگجویانه دارد. در برخی موارد از جمله سوریه و روسیه، اکونومیست از مواضع قدرتمندانه تر استقبال می کند، اما به نظر می رسد رامنی برای حمله به ایران به شدت آماده است و بدون قید و شرط و بررسی های لازم از اسرائیل حمایت می کند و به طرز بیرحمانه به این طرز تفکر پایبند است که فلسطینی ها خواستار صلح نیستند. این مواضع جنگ طلبانه می تواند از نخستین روز ریاست جمهوری او آغاز شود. در این قسمت یک توقف کوتاه داریم، چند اعلان تجارتی را با هم می بینیم، دوباره برمیگردیم. با شما خود بودیم، با ما باشیم. Founder of Facebook. And I will do anything to get you to go out and vote on November 6th. I'm not kidding.
Hungry? How about a home-cooked meal? Hope you like angel hair pasta. You need a guy to help you move a couch? Done. I've even got my own van. If you agree to vote in this year's election, I will personally give you a tattoo. Fair warning, I do not know how to draw. I'll do a dance just for you. That was just a taste. If you want the full buffet, you're going to have to vote. If you vote, I'll eat anything you tell me to. Garbage, hair, human toenails, underpants, whatever. I'll do it. I'm serious. I'll do anything to get you to vote. I'll punch myself in the face. I don't care. Whatever it takes. Just go to the polls on November 6th and vote. Vote Obama. It's a slam dunk. Guess what? I made you this. It's an owl. Woo! Woo! The stuff some folks are saying about President Obama sounds kind of familiar. The same people said my ideas would destroy jobs, and they called me every name in the book. Well, we created 22 million new jobs and turned deficits into surpluses. President Obama's got it right. We should invest in the middle class, education, and innovation, and pay down our debt with spending restraint and asking the wealthy to pay a little more. Sound familiar? I'm Barack Obama, and I approve this message. Hi, this is Jennifer Lopez. Growing up, my family didn't always have a lot, and there were plenty of people who told me a girl from the Bronx would never make it. But my mom worked hard to send me and my sister to school, and I refused to give up on my dreams. That's not some abstract idea for President Obama. It's his story too. He knows what it's like for families who are struggling to make ends meet and make a better life for their kids. That's why he's taking steps to support the Latino community every day, like investing in the Pell Grants that give hundreds of thousands of Latino students a shot at a college education. He's fighting to keep Latino families out of poverty, and he put the first Latina on the Supreme Court. President Obama has had our backs from the beginning, so it's time we get his. Latinos will play a key role in this election, and that starts by talking to our families and neighbors about what's at stake for our community. Join me and become a part of Latinos for Obama today. You can get your updates on your phone by texting Unidos to 62262. Estamos unidos. Will you endorse President Obama? Yes. When he took over, we were in one of the worst recessions we had seen in recent times, close to a depression. And I saw over the next several years stabilization come back in the financial community. Housing is starting to pick up. The president saved the auto industry, and the actions he has taken with respect to protecting us from terrorism have been very, very solid. And so I think we ought to keep on the track that we are on. I'm Barack Obama, and I approve this message. 537, the number of votes that changed the course of American history. Florida is too close to call. The difference between what was and what could have been. So this year, if you're thinking that your vote doesn't count, that it won't matter, well, back then, there were probably at least 537 people who felt the same way. Make your voice heard. Vote. I'm Barack Obama, and I approve this. مجدد خدمت هموطنان خوب ما یک تلفن جواب میتیم که دیر پشت خط موندن. بله بفرمایید تلویزیون زرین. نوری صاحب سلام علیکم. آقای عطا خوش آمدین. سلام بر شما. سلام علیکم. سلام خدا خدمت شما. سلام بر شما. خوش آمدین. خدمت تمام بینندگان. از کجا تماس گرفتید؟ موضوع خوبی را امروز تبصره میکنیم که ریاست انتخاب ریاست جمهوری امریکا که یک اندازه چی که مربوط به سیاست افغانستان مستقیم ارتباط داره. از شما خدمت شما که میترانی رئیس جمهور میخواه که از حزب جمهوری خواه این نسبت به سیاست زی پالیسی زی نسبت به اوباما یک اندازه چی که جنگ خواست یعنی جنگ طلب است. بله کاملا. علتش هم ایست که ای از طبقه سرمایه‌دار است و امپریالیست است و
این در زیادتر نفوذ مردم یهود در مترانی بیشتر است و اینا کمپانی های صلاح در رأسش کسایی که کمپانی صلاح دارن در حزب جمهوری خواست در حزب جمهوری خواست. اوباما از حزب دموکرات صلح امید است که ثبوت ساخت که عسکر خود هم از عراق کشید و در نظر داره که به همین قسم عسکر خود در 2014 از افغانستان خارج کنه. اگر در عموم صحبت کنیم، پالیسی هر مملکتی که باشه سیاست خارجیشان در مقابل ممالک خارجی یک چیز می باشه، اما اوباما نسبت به مترانی صلح امید است و به نظر من شاید هم به قدرت برسه. حالا مسئله مهم که هست که در این روزا من میخوایم اگه اجازه شما باشه صحبت کنم، مسئله دیورند است که امریکا مستقیما گفته که واضح گفته که خط دیورند در ملل متحد بر رسمیش وجود داره و شناخته شده. هر شب خدمت شما قبل از اینکه پاکستان به وجود بیاد سرزمین هند بود، این همه میگوییم که سرزمین هند بود و کراچی و لاهور و راولپنڈی کلش به هند مربوط بود. به همین قسم وقتی که پاکستان تشکیل شد، همین قسمی که کراچی و لاهور و راولپنڈی به پاکستان مربوط شد، کویتا و پشاور هم به پاکستان مربوط شد. یک چیز خدمت شما برسانم، یکی مسئله شعار است که ما همیشه شعار میدهیم، شرایط کنونی خودم مد نظر نمیگیریم که امروز افغانستان یک مسئله پشتو است که نور غوارم تپور غواری. ما شرایط کنونی خودم مد نظر نمیگیریم که ما در کدام شرایط قرار داریم. همیشه شعار که باعث علمی شعار معضله بزرگ مسئله دیورند باعث همین تمام بی‌امنیتی ما در روزها هر روز ده ها جوان ما شهید میشه. این کدش مسئله علمی است که این مسئله را دامن میزنیم. اما مسئله اصلی اینجاست که این معاهده در زمان امیر عبدالرحمن خان یک بار امضا شده، اما امیر عبدالرحمن خان این قسم امضا کرده بود که 12 لک کلدار میگرفت و تا سال 1995 این مربوط به انگلیس بود که انگلیس از این پشتونستان استفاده میکرد و بعد از اون امان الله خان هم مصلحه بری دید که وقتی که حمله کرد مصلحه بری دید گفت ما در این سرحد را که گرفتیم تو تجاوز نکو، من این را میتونی که مایده را که امیر عبدالرحمن خان امضا کرده ما او را قبول میکنیم. این که چین هنگ کنگ گرفت مسئله جدا زور دم زور گرفته نمیتونه، گرچه در اون زمان امریکا هم مخالفت کرد، ناتو هم مخالفت کرد، اما در 1995 چین هنگ کنگ گرفت. اما ایده شده نمیتونه ایده به عرض برسانم به تمام مردم افغانستان که تا آخرین نقطه تا پاکستان اتم استعمال کنه از پشاور و کویتا گذشتنی نیست. امروز مسئله از این نیست که ما این مسئله را دامن بزنیم. ما ببینیم که روز 10 نفر ما کشته میشه و شهید میشه و او 41 کیلومتر در کنر پیش آمده و ما از دیورند صحبت میکنیم و دیورند که مسئله از این نیست که ما فقط باید همیشه مد نظر بگیریم چیزی که به منافع ما، چیزی که مسئله ما را حل میکنه اونو رو مد نظر بگیریم. اگر پاکستان حاضر شد به این که برای ما یک راه بحری بده از طریق کویتا، بهترش است که ما این مسئله دیورند علمی را در این شرایط کنونی امضا کنند، چنانچه امان الله خان هم به این مسئله دید و داود خان شهید خدا بیامرد او هم گفته بود که برای ما بازی اولاد فیصله کرده بود که راه بحری به ما بده، ما مسئله دیورند گذاشته نیستم. این کسایی که دامن میزنن شرایط افغانستان مد نظر بگیرند، افغانستان در کدام شرایط قرار دارد و این کویتا و همین قسمی که لاهور و کراچی پاکستان مربوط شده، امروز اینمی پشاور و کویتا به پاکستان مربوط شده. اگر پاکستان اتم هم استعمال کنه از این مسئله گذشتنی نیست. پس خواهش من است که باید از راه مصلحت پیش بیان و این معضله که امروز باعث کشته شدن 10 نفر و بی‌امنیتی میشه اینمی را باید از بین ببرن. دیگه نظر جناب شما رو میخوایم که تشکر از تلفنتان، از معلوماتتان. لطف کردید. تشکر از شما. لطف کردید. نظرتان. تشکر از شما. شب و روز شما خوش. با امان خدا.
هموطن محترم، خدمت شما عرض بکنم که در قسمت انتخابات امریکا بین باراک اوباما و میت رامنی همین تفاوت است که میت رامنی از طبقه سرمایه‌دار است و خودش یک بیلیونر بزرگ در امریکا است و کمپانی‌های بسیار پرزرق و برقی را اداره میکنه و از حزب جمهوری خواست و حزب جمهوری خواه در مثال‌های که ما مشاهده کردیم در سالهای گذشته هر زمانی که سر قدرت بودن جنگ در یکی از نقاط جهان حتما برای انداختن یک جنگ و در زمانی که بوش پدر و بوش پسر از حزب جمهوری خواه روی قدرت بودن جنگ عراق دامن زدن و عراق به خاک و خون کشیدن، بعدا افغانستان به خاک و خون کشیدن و امروز قرار گزارشات متعدد و مختلف از منابع مختلف آقای رامنی به شدت علاقمند است که اگر انتخاب شود یک جنگ بسیار وحشتناک را در ایران و همچنان در افغانستان و پاکستان یعنی در منطقه براپرته که البته یک جهتش هم خواهد بود که اینا باز هم تجارت خواهد کردن، یعنی بیلیون ها دلار سلاح و طرفین متخاصم خواهد فروختن و منابع سرزمین و زیر زمین از او کشورها به غارت خواهد بردن و جنگ طلبی یکی از خصیصه هایشان است و امیال هم دمی گزارش هم خواندیم که و شما شنیدین که آقای رامنی بدون قید و شرط، بدون هیچ گونه در نظر داشته مسائل ملی و بین المللی حمایت عام و تام خود از اسرائیل اعلان کرده و همچنان گفته که و این طرز تفکر داره که فلسطینی ها خواستار صلح نیستند. این تمامش میرسانه که اگر آقای میت رامنی برنده انتخابات شود مردم در جهان منتظر جنگ های بیشتر در مناطق مختلف خواهد بودند و نه تنها وحشت و کشتار و خون ریزی را در مناطق مختلف برای خواهد انداختن بلکه اقتصاد امریکا را به این گونه نیست و نابود خواهد کردن. همین اقتصاد نیمبنده که در 4 سال اندک آقای اوباما بالایش کار کرده و امید است که اگر در دور دیگه انتخاب شود این را به یک جای برسانه. همین امیدام به باد فنا خواهد داد. در قسمت خط دیورند خدمت شما عرض بکنم که خط دیورند یک مسئله داخلی و ملی مردم افغانستان است و هیچ قدرت جهانی چه امریکا باشه، چه روس باشه، چه چین باشه یا هر کشور دیگه باشه در این مسائل حرفی برای گفتن ندارن، چون این از حق مسلم مردم افغانستان است که در این مورد تصمیم بگیرن، فیصله بکنن و به یک نتیجه برسن. و در قسمت از این که شما فرمودین که در این شرایط این مسئله را امضا کنن برای از که تمام جنگ ها و خونریزی هایی که در افغانستان صورت میگیره و پاکستانی ها به انواع مختلف در این دست دارن، باز هم خدمت شما عرض بکنم که هیچ تضمینی وجود نداره که اگر همچون کار هم صورت بگیره مداخله پاکستان یا نظامیان پاکستان یا اسای پاکستان یا مدرسه های طالب سازیش متوقف شود. و در جهت دیگه قضیه این مسئله را صرف زمان میتونیم بهش رسیدگی بکنیم که در افغانستان و همچنان در پاکستان حکومت های ملی و مردمی که نمایندگی عام تام از مردم خود کرده بتانن وجود داشته باشه و مردم به حکومت های خود اعتماد داشته باشند و فیصله از طریق شوراهای محلی و شورای ملی و نماینده های مردم و نظرخواهی از مردم حل فصل بکنن. در اون صورت ما شاید یک نتیجه مطلوبی به دست بیاریم. به نظر خود من
صرف زمان میتونیم که یک نتیجه منطقی از این مسئله بگیریم که زمانی که در افغانستان و پاکستان حکومت‌های ملی و مردمی سر قدرت باشند و از مردم نمایندگی بکنند، در اون زمان که جنگ دیگه گلمش جمع شده باشه و امنیت در هر دو کشور حکم فرما باشه و صلح پایدار وجود داشته باشه، در اون صورت یک همه‌پرسی یا رفراندوم همگانی صورت بگیره از خود مردم او طرف خط دیورند که آیا میخواین با پاکستان متعلق باشن یا با افغانستان، یا میخواین که کاملا آزادی خود داشته باشن و با هیچ یک از این دو کشور متعلق نباشن. این من فکر میکنم حق مسلم مردم است که در امو منطقه زندگی میکنن و یگانه راهش به نظر من همیست که در شرایط صلح و امنیت یک همه‌پرسی همگانی صورت بگیره، البته با موجودیت ناظرین بی‌طرف بین المللی. دیگه امیدوار هستم که با سوالات شما اندکی جواب گفته باشم و خدمات شما فراهم شده باشم. برمیگردیم به بقیه از این گزارش که خدمت شما تقدیم میکنم. همین قسمتش که قبل از اعلانات خواندم، بار دیگه تکرار میکنم که آمده. اما به نظر میرسد رامنی برای حمله به ایران به شدت آماده است و بدون قید و شرط و بررسی های لازم از اسرائیل حمایت میکند و به طرز بیرحمانه به این طرز تفکر پایبند است که فلسطینی ها خواستار صلح نیستند. این مواضع جنگ طلبانه می تواند از نخستین روز ریاست جمهوری او آغاز شود. رامنی اما بدون توجه به مسئله توازن بودجه خواستار کاهش شدید مالیات هاست، موضوعی که به طرز غیر منطقی به نفع ثروتمندان است. او همزمان قصد دارد تا هزینه‌های دفاعی را به شدت افزایش دهد. در مجموع این اقدامات می تواند طی 10 سال آینده 7 تریلیون دلار به کسری بودجه اضافه شود. حتی هواداران عاقل رامنی هم سیاست‌های مالی او را به شدت ضعیف ارزیابی می کنند. شما او را بهتر باور می کنید. حتی اگر شما سیاست‌های اقتصادی رامنی را باور داشته باشید و فکر کنید که این سیاست‌ها در عمل بیشتر از روی کاغذ باورپذیر هستند، بسیار سخت خواهید پذیرفت که او بتواند روند فعلی را تغییر دهد. زمانی که سیاستمداران انتخاب می‌شوند، معمولاً سعی می‌کنند در مورد بسیاری از وعده‌هایی که در دوران مبارزات انتخاباتی داده‌اند سکوت کنند. ما امیدواریم هر کسی که به عنوان رئیس جمهور آینده امریکا، یعنی اکونومیست، امیدوار است و شاید هم بگوییم که مردم امریکا و ما هم امیدوار هستیم که رئیس جمهور آینده امریکا، یعنی هر کسی که به عنوان رئیس جمهور آینده امریکا انتخاب می شود، ثابت کند که بدبینی ما اشتباه بوده است. احساس می کنیم که اگر رامنی انتخاب شود، با برهم زدن ناگهانی توافقات میان دو حزب دست به اصلاح و تغییر دولت امریکا خواهد زد. اما شاید اوباما در دور دوم ریاست جمهوریش با استفاده از اشتباهات دور اول دست به اصلاحات در کاخ سفید بزند و تجار بیشتر اعتماد کند و میراث بهتر از آنچه در دور اول به جا گذاشت در پایان دور دوم ریاست جمهوریش به جا بگذارد. در پایان باید گفت که مردم امریکا با یک انتخاب اخلاقی مواجه هستند. بسیاری از خوانندگان اکونومیست و خصوص تجار ساکن امریکا شاید اکنون به این نتیجه رسیده باشند که هیچ چیز بدتر از انتخاب دوباره اوباما نیست. برنامه‌های اقتصادی رامنی تنها در شرایط قابل اعتماد است که شما دیگر حرفهای او را باور نکنید و این البته نمیتواند دلیل مناسب برای انتخاب رامنی باشد. اوباما اقتصاد امریکا را از ورطه سقوط و فاجعه نجات داده است
و موضع نجیبانه در سیاست خارجی اتخاذ کرده است. بنابراین ما به این شیطانی که اکنون میشناسیمش میچسبیم و دوباره او را انتخاب میکنیم. این بود گزارش اکونومیست و یک گزارش جالب هم در مورد آقای میت رامنی خدمت شما انتخاب کردیم که این هم میخوانیم بعداً به چون و چرای قضیه خواهد پرداختیم و شما هم میتونین اگر خواسته باشین نظریاتتان از این طریق با ما قسمت بکنید. عنوان از این گزارش است: سرقت رقیب اوباما از یک بنیاد خیریه. با گزارش پایگاه خبری فاتر باشگاه خبرنگاران نوشت بلومبرگ فاش کرد میت رامنی نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری امریکا 10 سال از پرداخت مالیات خودداری کرده و علاوه بر آن سابقه سرقت از صندوق‌های خیریه را نیز داشته است. مدتی است که مردم از این که رامنی بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را وقف امور خیریه می‌کنند صحبت می‌کنند. جناح راست آن را نشانه نجابت رامنی دانستند و از آن به عنوان ضربه علیه باراک اوباما استفاده می‌کنند، اما حقیقت در مورد حداقل یکی از موقوفات خیریه او خیلی نجیبانه نیست. هری رید رهبر فرکسیون اکثریت مجلس سنا تابستان سال جاری گفت یکی از منابع بسیار موثق به من گفت که میت رامنی 10 سال مالیات نداده است و با این وضع اکنون جای تعجب نیست که رامنی از انتشار اظهارنامه‌های مالیاتی خودداری کند. به گفته بلومبرگ به دلیل ارتباط خانواده رامنی با بنیاد خیریه خانواده رامنی می توانند به گنجاندن عنوان موقوفات خیریه در اظهارنامه‌های مالیاتی خود میلیون‌ها دلار پولشویی کنند. این نوع راه گریز برای کاهش مالیات چند سال پیش بسته شد، اما به این بنیاد اجازه ادامه فعالیت داده شد، زیرا طبق قانون تا وضع قوانین جدید برای معافیت مالیاتی بنیادها مجاز به فعالیت هستند. میت رامنی در سال 2007 بیش از 40,000 دلار از این بنیاد خیریه پول برداشت کرد. این بنیاد خیریه در سال 1996 تأسیس شد. این که رامنی تا به امروز چی به لطف وجود برخی راه‌های گریز از بنیاد مذکور استفاده می کند نشان می دهد که واقعا رامنی چقدر خیر است. او برای آن که 40% از درآمد 1 میلیون دلاری خود در سال را به عنوان مالیات نپردازد این بنیاد را سر پا نگه داشت. ستاد انتخاباتی رامنی از پاسخگویی در برابر سوء استفاده از بنیاد خیریه خودداری کرده است. سخنگوی این ستاد مدعی است بنیاد طبق قانون فعالیت کرده است. با اینکه این ادعا به لحاظ فنی درست است، اما فعالیت بنیاد از طریق دستکاری و حقوقه و سوء استفاده از سیستم ادامه یافته است. این وضعیت بدتر هم خواهد شد، زیرا کاملا مشخص است که برای میت رامنی انجام درست کارها هیچ اهمیتی ندارد. این بود گزارش دیگه که در مورد پولشویی یا بالا رفتن پولها توسط آقای میت رامنی خدمت شما عرض شد و قراره که در گزارش ها خدمت شما تقدیم کردم و قراره که شما هم اطلاع دارین. آقای رامنی یکی از سرمایه‌داران بزرگ امریکا است و توسط این بنیادهای خیریه که ایجاد کرده سالانه از تکس مالیاتی خود میلیون‌ها دلار پسنداز میکنه و امروز که نشان میده که دست خیری داره و به محتاجین و فقرا و مؤسسات خیریه کمک‌های سرشار نقدی میکنه، در حقیقت به این وسیله از دادن مالیات میلیون‌ها دلار تفره میره و به این وسیله باز هم پول پس انداز میکنه و سرمایه خود علاوه میکنه و این بنیادهای خیریه یک کوشش است برای
به دست آوردن پولهای گزاف که آقای میترامنی از این به صورت گسترده در سالهای پسین استفاده کرده و هیچ تضمین نیست که فرد با چنین مشخصات و سرمایه‌دار با کمپانی های بزرگ تجارتی و به اصطلاح خیریه دل به حال طبقه متوسط و طبقه غریب و نادار امریکا بسوزانه و قراره که هم گفتن همیشه که ما از تکس های طبقه سرمایه‌دار نباید کم بکنیم و طرفدارانش هم و آنانی که در حزب جمهوری خواه از آقای رامنی حمایت میکنن و در انتخاباتش دست گسترده و وسیع دارن بارها اعلان کردن که ما ضرورت نداریم که به تکس سرمایه‌دارها علاوه کنیم، یعنی تکسشان بالا ببریم و اونا دلیل میارن که سرمایه‌دارها نظر به فعالیت خود، تلاش خود و کوشش خود در سالهای طولانی این سرمایه را به دست آوردن، دیگرها هم کوشش کنند سرمایه‌دار شوند که به نظر من یک دلیل قناعت بخش نیست و تمام مردم امریکا نمیتوانند میلیونر و بیلیونر و سرمایه‌دار باشند و صرف یک طبقه سرمایه‌دار است که تمام امریکا را زیر کنترل خود داره و طبقه متوسط غریبتر شده و طبقه نادار و غریب در معرض سقوط قرار دارند، در حالی که آقای میترامنی به این مسئله هیچ توجه نداره و هیچ دلچسپی هم نداره. به هر حال چند اعلان تجارتی را با هم میبینیم، دوباره برمیگردیم، با ما باشیم. لطفاً با شماره زیل به تماس شوید. How can this woman be vacuuming her floors? This couple doing housework. They've discovered the Neato XV11 robotic all-floor vacuum system. It's the smartest, most powerful robotic vacuum ever. And if you call now, you can try it risk-free with this TV-only deal for 30 days for only $14.95 with free shipping. The Neato cleans all floor surfaces and even carpets, and you don't even have to be there. Vacuuming isn't a chore anymore. My Neato does it, so I don't have to. The Neato XV11 takes robotic vacuum power to a much higher level. You may have seen robotic sweeper vacs before. They are not very smart, and they have very weak suction. The Neato XV11 not only has a higher IQ, it is a true high-performance vacuum. In fact, we put the Neato side by side against a popular upright and gave them a torture test of coffee grounds, pet hair, kitty litter, and even solid coffee beans. Look, the Neato gets it all, but you don't have to push the Neato. The Neato laser sees and maps the room, then methodically vacuums the entire floor and leaves carpets with that just cleaned look. It carefully cleans around objects and avoids bumping into them. The Neato even slips under furniture to clean your entire floor more completely than ever before. When the battery runs low, the Neato goes back to recharge. Then it picks up again where it left off. I love it when I come home and Neato has done all its work, and my house always has that just clean look. Call now and you can try the Neato XV11 in your home for 30 days for just $14.95, and shipping is free. But you must call now. This is a limited television-only offer. That's right. Give your regular vacuum the month off and try the Neato robot vacuum risk-free for 30 days for only $14.95, and shipping is free. به دنیا رستوران خوش آمدید. با غذاهای متنوع، آشپزان مجرب و فضای گرم در خدمت شما می باشیم. از غذاهای لذیذ ما 7 روز هفته برای صرف غذای چاشت و شام لذت ببرید. دنیا رستوران
با مدیریت هاشم عباسی در قلب الکساندریا ویرجینیا آماده پذیرایی از شماست. کیترینگ برای محافل خوشی شما در ویرجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند با بیمه بیش از $1 میلیون نیز پذیرفته می شود. شماره تماس 703 212 85 11. برای معلومات بیشتر با وبسایت dunyabanquet.com مراجعه نمایید. دنیا رستوران، مهماندار همیشگی شما. Your snoring sounds like a freight train. It's not healthy for you, and it prevents your partner from sleeping at all. You may search for solutions like nose strips, sprays, and other gadgets, but the proven way to eliminate snoring is to widen your airway. That's what dentists do with custom devices, but they cost thousands. Now there's an affordable solution. Introducing Z-Quiet, dentist designed and cleared by the FDA. Z-Quiet gently positions your lower jaw slightly forward to widen the airway and stop your snoring. Z-Quiet is comfortable and easy. It doesn't require boiling, fitting, or sleeping with a closed mouth like other mouthpieces. It's ready to use right out of the box. The soft material and patented flexible hinge provide comfort to stop your snoring the very first night. So I ordered it, and it worked the first night. The snoring stopped instantly once I started using it. Amazing for me. Try Z-Quiet for 30 days for only $9.95. If Z-Quiet doesn't solve your snoring, send it back and never pay a penny more. Stop snoring now. Get Z-Quiet. Care system, all 3 products, not for $49.95, not even for $39.95, but for the unbelievable price of just $29.95. And today we'll include shipping absolutely free, but it gets even better. As a thank you just for trying Wen, we'll send you 2 special free gifts. Wen Texture Balm, an easy rub-on balm to add texture and definition to long or short hair. And this specially designed hand-finished saw-cut wide-tooth shower comb. The 2 gifts alone are valued at almost $30. But today, you get the free gifts and the complete Wen Healthy Hair Care System, a total value of over $100, all for just $29.95 and free shipping. Wen is proven to increase hair strength and manageability, up to 70% after just 1 use. That's a difference you can see and feel the very first time you use it. That's why we're so confident you'll love Wen. It comes with our 60-day shine to the last pump guarantee from trusted Guthrie Ranker. You can try Wen for 2 whole months. If you don't see and feel the difference in your hair, just send it back for a full refund, even if the bottles are empty. So you have nothing to lose but bad hair days. So call or click now. سلام مجدد خدمت هموطنان عزیز. در این قسمت خدمت شما عرض شود که در یگانه مناظره تلویزیونی که بین جو بایدن معاون رئیس جمهور و پال راین کاندید معاونیت ریاست جمهوری از سوی جمهوری خواهان که در ایالت کنتاکی صورت گرفت، در یک قسمت جو بایدن گفت آنها از بحران عظیم اقتصادی صحبت میکنند که فقط از آسمان بر سرشان افتاده باشد و بگویند که آه خدای من این از کجا آمد. این وضع ناشی از رای دادن همین مرد یعنی پال راین بود که 2 جنگ را همزمان با یک بودجه آغاز کرد. تکرار خدمت شما قسمتم میخوانم. جو بایدن گفت آنها از بحران عظیم اقتصادی صحبت میکنن، یعنی جمهوری خواه از بحران عظیم اقتصادی صحبت میکنن که فقط از آسمان بر سرشان افتاده باشد و بگویند که آه خدای من این از کجا آمد. این وضع ناشی از رای دادن همین مرد یعنی پال راین بود که 2 جنگ را همزمان با یک بودجه آغاز کرد. یعنی امینا بودن، یعنی جمهوری خواه بود و رای دادن امی افرادش و مسئولینش بود با آغاز جنگ عراق و بعدا جنگ افغانستان. و حال نظر به گفته آقای بایدن اونا سوال میکنن که این بحران عظیم اقتصادی از کجا آمد.
یعنی آقای بایدن میگه اینا فکر میکنن که بحران عظیم اقتصادی که در امریکا وجود داره از آسمان بر سرشان افتاد، در حالی که تو نیست و این نتیجه از امو کارهای یا کارروایی‌های جمهوری خواه و رای دادن پال راین و امثالش به آغاز جنگ ها در افغانستان و عراق برمیگرده که بودجه امریکا را به شدت ضربه زد و اقتصاد امریکا را و یک وضع رساند که ما شما امروز و در این چند سال بعد از آغاز جنگ های در عراق و افغانستان در داخل امریکا مشاهده میکنیم که وضع اقتصاد چگونه است و چگونه اقتصاد امریکا رو به نابودی رفت و چگونه آقای باراک اوباما در این زمینه تلاش کرد تا بتانه اندک این اقتصاد ورشکسته به گونه با پا ایستاده بکنه. در مقابل پال راین میگه که ما نمیخواهیم به دشمنان خود بشنوانیم که در جنتریتان یادداشت بگذارید، منتظر باشید که ما از افغانستان خارج شویم و بعد شما برگردید. یعنی آقای پال راین در مورد خروج عساکر امریکایی از افغانستان این موضوع را ابراز داشته و گفتن که ما این کار نمی کنیم که برای دشمنان در منطقه یک هشدار بدیم یا برشان بگوییم که ما به این تاریخ از افغانستان میبراییم، منتظر باشید، ما که برآمدیم از افغانستان با شما در آیین و هر چی که دلتان شد بکنین. در حالی که ما فکر نمی کنیم که همچو کار صورت بگیره. یعنی با خروج عساکر خارجی از افغانستان اینها به دشمنان مسلح چی طالب با القاعده باشه چی هر جناح دیگه که باشه این فرصت مهیا نخواد کردن که بعد از خروج عساکرشان اینا حمله بکنن و تمام آنچه را که در 10 سال اینا بالایش کار کردن، سرمایه گذاری کردن و یک سیستم را خوب یابت ایجاد کردن یک شبه نیست و نابود بکنن و بگوین که ما خود رفتیم دیگه شما میدانین و کارتان، در حالی که توافقنامه های که با امریکا امضا شده، یعنی توافقنامه های استراتژیکی سیاسی نظامی اقتصادی که با امریکا به امضا رسیده، این توافقنامه های بین افغانستان و امریکا ما یقین کامل دارم که در این مورد وضاحت کامل داشته باشه و مسئولیت های نیروهای امریکایی و مقامات امریکایی و متحدین غربیشان در او نشانی شده باشه و همچنین توافقنامه های متعددی با کشورهای غربی مثل آلمان، فرانسه، ایتالیا و تا اندازه هم کشورهای دور و نزدیک حتی با چین و پاکستان هم در راه است و این توافقنامه ها هر کدام حتی با هند و در صورت امکان با ایران و این مسائل رسیدگی خواهد کرده باشه و زمینه از این را فراهم نخواهد کردن که با برآمدن نیروهای خارجی از افغانستان دیگه باز مردم افغانستان به حال خود رها بکنن، مثل که بعد از سقوط امپراتوری روس در افغانستان و شکست روس ها در افغانستان این کار کردن و نتیجهش مشاهده کردن. پس این مسئله میرسانه که حزب جمهوری خواه و آقای پال راین معاون میت رامنی و خود آقای میت رامنی به این نظر هستند که جنگ در افغانستان باید به صورت گسترده دوام بدن و تا منطقه را
با جنگ آرام نساختن در منطقه حضور داشته باشند و همچنان نظر به گزارشاتی که خدمت شما تقدیم شد آقای رامنی به شدت به این عقیده است که در صورتی که به ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا برسه و انتخاب شود قاطعانه علیه ایران عمل خواهد کرد و با یک عملکرد شدید نظامی در اونجا به نتیجه خواهد رسید که در نتیجه هم در ایران و هم در پاکستان و هم در افغانستان و هم در تمام منطقه جنگ مدهش برا خواهد افتاد و در افغانستان هم هرگز آرامی نخواهد آمد و تمام سرمایه امریکا آنچه که باقی است هم در این جنگ ها سرمایه گذاری خواهد شد که به اقتصاد امریکا هم یک ضربه بسیار وحشتناک خواهد بود. بله بفرمایید. تلویزیون سلام علیکم. سلام بر شما. معذرت میخوام شما رو زحمت دادید. من این پروگرام زرین تیوی رو ما از وبسایت به اینترنت میبینیم اما این میال کانکتی نمیکنه. کدام نقص تکنیکی یا چطور؟ ما شما رو در هولد میمانم، در اتاق کنترل با شما تماس خواهد گرفتن که ببینن که چی مشکل است. در گوشتان باشه. خواهش میکنم. انتظار دارم. خط نمبر 1 انتظار هستن. کدام مشکل تکنیکی است؟ در مورد آقای میت رامنی و معاونشان هم معلومات خدمت شما تقدیم شد. یک مسئله دیگه که در این گزارش بسیار جالب است و بسیار مهم است از نظر من، مسئله است که نظر آقای رامنی است که برای و میگه که آقای رامنی برای حمله به ایران به شدت آماده است. یعنی یک جنگ دیگر حتما برای خواهد انداختن، چی در ایران باشه چی در پاکستان و همچنان در مسئله اسرائیل و فلسطین هم یک نظر یک جانبه دارن که عادلانه نیست. بله بفرمایید. تلویزیون زرین. بله سلام علیکم. سلام بر شما. خوش آمدید. من فقط مزاحم نمیشم تلفن که ما خو امی چینل اردیش میبینیم بسیار صاف و بسیار خوب است در یعنی طرف سنیه و دیگه او یک خانم تلفن کرد که نمیبینیم و خب بسیار صاف میبینیم هم چینل های بسیار تشکر که زنگ زدین و ما رو در جریان گذاشتین. شاید که پروبلم از خود تلویزیونشان باشه یا از چینلتون که فعلا اردوش هست و اردوش دیدم بسیار صاف و خوب است. بسیار لطف کردین که زنگ زدین. ما در جریان گذاشتین. از این خاطر خواستم مزاحم بشم. نه خواهش میکنم. تشکر. لطف کردین. شب روز بخیر باشه. از شما همچنان. با امان خدا. خداحافظ. مسئله دیگه که گفتیم مسئله فلسطین است که آقای میت رامنی فکر میکنه و با این طرز تفکر خود به شدت میگه که پایبند است که فلسطینی ها خواستار صلح نیستند. این به نظر من واقعا بسیار غیر عادلانه است، یک برداشت یک جانبه است و بر علاوه از او آقای رامنی حمایه عام و تام و بدون قید شرط خود از اسرائیل اعلان کرده، در حالی که موضع خصمانه علیه فلسطین گرفته و در ایران هم موضوع خصمانه داره. در مورد افغانستان هم خواهان توقف جنگ و خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیست. پس از هر نقطه نظری که ما و شما با نظرات آقای رامنی توجه بکنیم، میبینیم که سراسر سیاست خارجی آقای میت رامنی را جنگ طلبی فرا گرفته و در گذشته هم قسمی که گفتیم حزب جمهوری خواه در هر فرصت کوشیده که یک جنگ در یک از نقاط جهان برا بندازن و به او وسیله
حکومت خود دوامدار بسازن که بوش همی کار کرد و با وجود آوردن جنگ در عراق و حمله بر افغانستان دوره 4 ساله ریاست جمهوری خود به 8 سال امتداد داد، در حالی که اگر این جنگ ها را برا نمینداختن در عراق و افغانستان تمام مردم امریکا به می عقیده بودن که 4 سال برای آقای جورج دبلیو بوش یعنی بوش پسر کاملا کفایت میکنه و هیچ دلیل وجود نداشت، یعنی هیچ کار مثبت صورت نگرفته بود که مردم به او دلگرم باشن و 4 سال دیگه برای 4 سال دیگه هم برش رای بتن، در حالی که در امور گیری هم تقلبات صورت گرفته بود و رایا 2 بار حساب شدن و همین جنگ هایی که برای انداختن جمهوری خواه ها در مناطق مختلف جهان در حقیقت تضمین دوام حکومتشان بود که از او نتیجه درست برای خود گرفتن، ولی یک منطقه را به آتش و خون کشانیدن، در حالی که آقای اوباما عساکر خود قسمی که گفته بود از عراق بیرون کرد و قراره که پلان شده عساکر خود از افغانستان هم در 2014 بیرون میکنه تا باشه زمینه از ایره که طالبا و القاعده و حامیان بیرونیشان دلیل میارن که ما در مقابل عساکر خارجی می جنگیم و این جهاد است، این دلیل از دستشان گرفته باشه و اینا دیگه دلیلی برای جنگ در مقابل مردم افغانستان نداشته باشن و به گونه جنگ در عراق و افغانستان پایان بیافته و یک نتیجه نسبی از این جنگ ها گرفته شود و در ایالات متحده امریکا هم با توقف جنگ های متعدد و مصارف گزاف و کمرشکنی که این جنگ ها برای امریکا به وجود آورده، زمانی که عساکر امریکایی از افغانستان خارج شوند و از عراق هم خارج شدن و این مصارف گزاف به حد اقلش برسه برای حکومت امریکا، واقعا که باید امیدوار بود که اقتصاد امریکا از این حالت خراب اندک بیرون خواهد شد و رو به بهبود خواهد نهاد و وضع اقتصادی مردم امریکا و مردم افغان هایی که در امریکا زندگی میکنن و تعداد کثیرشان به کمک های حکومت امریکا وابسته هستند بهتر خواهد شد، در حالی که آقای رامنی امی کمک ها را در صدد کاهش شدیدش هستند که اگر انتخاب شوند این کمک ها به شدت هم کاهش خواهد یافت. بله بفرمایید تلویزیون زرین. سلام علیکم، معذرت میخوایم پیشتر هم باید یک خانم گفت میتونم دوباره بهشون صحبت کنم، نامشون پرسان نکردم. من شما را در هولد میمونم، بگوشتن باشه، خواهش میکنم با من خدا. لاین نمبر 1 اتاق کنترل. در مورد آقای میت رامنی و باراک اوباما و همچنان یک اندازه طرز تفکر معاونینش خدمت شما تا جایی که توانستم برای شما معلومات به دست بیارم خدمت شما عرض کردم. فردا سه شنبه 6 نوامبر است و روز انتخابات است در سرتاسر امریکا و تمام مردم امریکا که واجد شرایط رایدهی هستند و مناطق رایدهی میرن و
رایهای خود به صندوق های رای میریزن. ما از هموطنان خود هم تقاضا میکنم که برن به پای صندوق های رای و به فرد و شخصیت مورد نظر خود با توجه به معلوماتی که خودشان در این ماه‌های اخیر به دست آوردن و با توجه به کارکردهای باراک اوباما و با توجه به اهداف و پالیسی های میت رامنی، رای خود به اون فردی که فکر میکنن موجودیتش در ریاست جمهوری امریکا هم به نفع افغانستان باشه و هم به نفع امریکا و هم به نفع منطقه بندازن و در این رای گیری سهم بگیرن. بر از که باز هم بگوییم که نظر به گفته خود امریکایی‌ها هر رای در اینجا حساب میشه. یک رای یک تفاوت بسیار کلی را شاید به وجود بیاره و از این حقتان که در امریکا برای شما داده استفاده بکنین، بر از اینکه این حق در داخل افغانستان از شما گرفتن. ما هم شاید برای اولین بار برم و رای خود در صندوق های رایدهی بیندازم، بر از اینکه در همین سالهایی که ما واجد شرایط بودیم این کار نکردیم، بر از اینکه ضرورتی نمیدیدیم، ولی امروز ضرورتی میبینم و ضرورت شمیست که اگر جنگ در افغانستان ادامه پیدا بکنه، اگر حضور نیروهای خارجی و نیروهای امریکایی در افغانستان طولانی شود، در اون صورت آرامش به افغانستان بر نخواهد گشت. جنگ و خونریزی و آشوب و خواهد بود و خون هموطنان ما ریخته خواهد شد و در جانب دیگهش در ایالات متحده امریکا هم وضع اقتصادش اگر جنگ در افغانستان ادامه پیدا بکنه و در ایران مشتعل شود، وضع اقتصاد امریکا از این هم بدتر خواهد شد. در حالی که اگر جلو از این جنگ ها گرفته شود، شاید یک اندازه بر اقتصاد امریکا هم مفید ثابت شود. پس به پای صندوق های رای برین، با فرد مورد نظر و شخصیت مورد نظرتان رای بتین. رای هر کدام شما حساب میشه. پروگرام امروز ما به همینجا به پایان میرسه. شما را به خداوند پاک میسپارم. شاد و شاداب باشین. شب و روزتان خوش. Hi, I'm Will Ferrell, comedian, actor, founder of Facebook, and I will do anything to get you to go out and vote on November 6th. I'm not kidding. Hungry? How about a home-cooked meal? Hope you like angel hair pasta. You need a guy to help you move a couch? Done. I've even got my own van. If you agree to vote in this year's election, I will personally give you a tattoo. Fair warning, I do not know how to draw. I'll do a dance just for you. That was just a taste. If you want the full buffet, you're gonna have to vote. If you vote, I'll eat anything you tell me to. Garbage, hair, human